حضرت سلطان و نامور و حضرت پیر بنیامین داود و مصطفی و کینوسی افرمان یکی یکی بچینن دشت مرد تماشای دشت توشی نبکن. بعد من گزارش بید. حضرت سلطان اول مأموریت حضرت پیر بنیامین افرمای بوز پای روتافم رو او دشت بوز پای و سپای خاران بکرنگایی ببین او گوشن چیشک بهایی اینا بی وردم پاشان میاری سواران رشید نیکم دیایی. حضرت سلطان افرمای و بنیامین که بشود دیشت مرد تماشا قشون شیشک و قدری عتید اران مرد و 71 پیر سواران رشید که سرحقه 72 پیر بیه شهید بیه 71 پیریش حالا نام قشون چیچک. ما اوانه اینم ولی اوانه خواهن ناشنست. حضرت پیر بنیامین اتی دشت مرد تماشا که بعد چه حضور حضرت سلطان گزارشی افرمای چه سپاه خاران آزیز آمانن چه سپاه خاران آمانن یعنی هاتن سپاه خاران چیچک آما اردوی و بیشماران روی سما گتش توز و بخاران لرزیان چاخم نار و بسماران سپاشان ویده چیچک واران تافیار چون شست سیل بهاران عزمشان هنن پی قصد یاران منن وید فرصت ندی وزاران پی یاران رحمت بود پی هجاران. حضرت پیر بنیامین گزارشی که سپاه بیشمار گرفته و سمی اسبیانه که حرکت کرد تو ذکر زمین که حزب بیا آسمان و منطقه گشت تیره و تار کرد. التجا که فرصت و آوانه نی که یاران آمده. حضرت سلطان خطاب و حضرت پیر بنیامین افرمای روتاف بلانوش روتاف تا مردم نبود بلانوش بلا بوردی مودی سلانوش تا که نبونی رزم و حلاپوش سینه مردانم نمو طلال جوش. افرمای یار باید در راه دین زحمت بکشید تا زحمت نکشید رحمت نمیدید. بالاخره من مزدهمه موضعی زحمت تانه ایم. نفر بعدی حضرت داوده که حضرت سلطان مأموریت ایتی افرمای گوش و دیش تماشا بکن با گزارش کرد. فریاد او دری فریاد توش بنیر حالات او دری حالا یعنی قدم این قدم بینه در مرمو تماشا بکن بزن چه خبر. ببین او سپاه خاران جری سردارشان 13 آبد کوهری مبو اجلشان بیوچه بری مبو و ظلمت قرشان کری. داود اته دیشت مرد تماشا که اته حضور حضرت سلطان گزارش داود افرمان سپاه بیکران آزیز آمانن سپاه بیکران ها بیم لرزن چه سر و سران جمیان اردوی و بی حدران چه خمه بسمار نار و سنتران خمه بیره به معنی گرد و غبار ورک هنیان چبیخ
کوه توران فرماید و سوی اسمیانه گرد و غباری و میل آسمان ببی عطا کشکری بیاوانشان و جیر سوم اسمیان دری خور دو سلطان در جواب حضرت داود فرماید فریاد جفاکش فریاد تا مردم نبو جفاکش تا نوردی جفا نودی صفا چش تا که نبونی رزم و رهابش نمو بطلا سینتا شاهش بی سوهان نمو صافی و ساقش. باری در سوم حضرت سلطان و حضرت پیروسی که ملا رکن اسمیه افرمایت میشه بیش و دیشت مرد تماشا بکر بو گزارش بید حضرت سلطان افرمای رکن او دشتی رکن بوز قدم او دشتی توش ببین و سیر سپای بدزشتی بینه مدینه کردشان یورشتی آمای پری عجل و کشتی تا کری قرشان و خزا و مشتی. حضرت سلطان فرمایی که ملا رکتش بشود دیشت سپای چیچک گری عتی همچنان که در صحرای کربلا حمله کردن اجل هم رسیه و باید توسط مشت خاک که حضرت مصطفی و مشت خواب که مایه و موسی سیادری اپاشی میل خوشن چیچک ای خوشن چیچک و بمیچید. حضرت پیروسی اشیا دیشت مرد تماشا که از حضور حضرت سلطان گزارشه آزیز بی سامان آزیزم آما سپای بی سامان بیم لرزه چیور و جامان چینار و بسمار شقی بی آمان ورکن یا کش و کوه چدامان آمایی بینه تمور و مامان چنی آسیزده سردار نادان سرداران خرس کلب بیابان لغم رفن و رای فانی راهان آمایی پی قصد یار شمامان مروید و مروت بزماوی زامان نداری فرصت و سپای خامان. حضرت پیروسی فرمایی که سپای بی سامانی در حرکت سردار آنش او 13 بدان است او 13 بدانه که اشاره در زمان حضرت باباناوس است که بین سگ و کفت نشونه شیخ شیره افرمایی که مگر خود فرصت نی و بدل و فرصت بیه یارات که بتانن خشون چیچه کردن. بار چهارم حضرت سلطان و حضرت مصطفی فرمایی قهار تویش او در قهار توش بوزه هنگامی او در هنگام یعنی قدر قهار توش بوزه هنگامی او در ببینه و سیر سپای بد هنر پی قصدی من آمایی و جهر گرتنم پیشان خزب بیخ خور پری اجلشان آمایی پی مر مروشم و باو وستن نظرد برشیان نشار پی راگه بیدر.
حضرت سلطان فرمود بشو سپاه تماشا بکن و غضبم ابا آوانه حواله بیه که بانه بیر مرد و بیر مرد اجل اون باید به این فشونه و بینش. حضرت مصطفی اتیه دیشت مرد تماشا سپاه که اچه حضور حضرت سلطان گزارش سپاه بی گزاف. حضرت مصطفی سپاه بی گزاف آزیز مزیوقین، سپاه بی گزاف بیم لرزه چه حرف و حراف، چه شقه تنال نال بی انصاف، یار مؤمنت ملرزو چناف، ورکن یا چبیخ کوهان درزاف، آمای 13 سردار بدلاف، سرداران خار صحرای شامیواف. حضرت سلطان در جواب حضرت مصطفی فرمای قهار سزا کیش، قهار تا مردم نبو سزا کیش، نمیون راش رزم و رزای خیش، درخت و بی او سوز نمو نویش، قلم بی تاشا فاقش نمو تیج، کلام سرش بر نشو چنیش. حضرت سلطان خطاب حضرت مصطفی فرمایی که تا یار اگر که پیرو من سزا نکیشید، جفا نکیشید، زحمت نکیشید، نمیون راش رحم و رضای خیش، رحم و رضای منیش شامل حال اولیار نمو. ای دین یاریه تشویق کردیسه دار افرمای ای داره باید او بخوی تا رشد بکی و بروی ثمروی و خون یارانش تشویق کردیسه او و خون یاران باید تشویق کردیه که سر یاران تشویق کردیسه قلم که باید بتاشیده و کسی که پیرو دین منه، پیرو دین یاریه باید یان فدا بکی، سر فدا بکی جور رشید تا اینکه بعدا صفا بید. حضرت سلطان بعد از یک جواب حضرت مصطفی همزمان قشون چیچکیش او 13,000 سپاه هاتن او دیشت پیشین دور مره گردنه. منتها قبلا حضرت پیربنیامی فرمایش کرد مرو در خوزه، یعنی مره که در حادث یک و غیر ناتوانی داخل مر تماشا بکنید و قشون چیچکیش نازانن در مرها کاملا که حمله بونه نامومد. حضرت سلطان و حضرت مصطفی فرمایی که دست و اجره او قالیه یه مشت خاک که مایه به موسی سیاه داریم به پاشملی اوشن چیچک. این قابل توضیحه که یکی بر معمولیت حضرت مصطفی قبض رو کردنه خود حضرت مصطفی و همچنین چلتنی که در اختیار دارید یکی بر معمولیت علیان قبض روح کردنه و کسی که حضرت مصطفی قبض روح که اسم موسی سیاست
که حضرت مصطفی قبض روح کرد. کلامی شفرمای موسیسیا وقتی که خوی به توی قبض روح بود کف دست اخورنی بعد یواش یواش قبض روح جریان موسیسیاست. او مشت خاک که مایه و موسیسیا داری و حضرت مصطفی فرمایی که بپاش میل خوشن چیچک دنیا و نظر آن تیره و تارتی و شروع کن یکتری خوشن. حضرت سلطان به این بابت فرمایی چه ژر فرشی قهار دست بور چه ژر فرشی قالی و قدرتم فرش زیر عرشی برار و مشت خاک تار و سیاه ترشی خاک و جبروت گورخانه و قرشی جار جلابر چا سری نرشی اجزا آسودی حدادی مرشی زوال بونی پی سپای بد سرشی. افرما این مشت خاک که مایه و اسود حداد داریم. اسود حدادیش که به اشاره کرده آهنگری بیه که در مصر زوفقا درست کرده و مایه و موسیسیا داریم. اما این مشت خاک بپاشم میل این خوشون چیچک و تا یکتری و بین بوند. حضرت سلطان باز فرمای ها زوال کرو ها زوال قصد شخاکان کرو چی سر و چو سر پیشان دود درو چی سر و چو سر پیشان دود درو یعنی هم دیده باطنیان کور بکه و هم دیده ظاهریان کور بکه. ای دوه ای تمه ای توزه ای تاریکیه نوا چبیان بگیرید تا یکتری بکشند. چی سر و چو سر پیشان دود درو باطل بوانی چباقی کرو تا با او جمع باقی من با او بش باقی من آنه بش نیاشی باطل بود سزدشان و هم یاریم نو فرو تا آنه نان و دینی یاری سرسفادن. پیشان شب زنگ سه شب و رو پیشان شب زنگ یعنی تاریکی بو چه دیدشان وای ظلمات و تن هرگز نبینان و روی یکتری رنگ یکتر و شمشیر قصد کرا به جنگ زوال کرو قر خاک سیاه سنگ روحشان بیو گرد پیبر و ننگ. حضرت سلطان فرمایی که مشت خاک و پاشم بلی خوشن چیچک که سه شبانه روز هم دید باطنیان هم دید سریان تاریک بود یکری نشناسن و قصد بیان یکری بکنن و یکری بکشن. حضرت مصطفی مشت خاک و زیر فرش افاشه مل خوشن چیچک دنیا و چریان تیره و تارو و شروع کنه یکلی خوشه. ارایه که یارانی که هانه نامرنون ناراحت نون حضرت سلطان افرمایی که این مشت خاک حضرت مصطفی فقط خشود چیچک و بینگه ضرر و زیان و زفرک و 71 سوار نارسنده. در این بابت حضرت سلطان فرمایید بله روشن بود سواران رشید چمشان روشن بود برعکس 71 پیر
که سواران رشید منظور 71 پیره و گرد رشید که شهیدی قرنک 72 پیر چپ باطن یا روشن و قوانه یکتری اشناسن و یکتری نباشه. 71 سوارم و شمشیرشن بود، شکسته سپاه شکاف روشن بود. آوانیش یک خویان اشناسن و شروع کنه کشتن قشون چیچک. شهیدان شام 71 سوارم، شهیدان شام اشاره به جریان کربلاست. گورشان رشید هم سردار چینام، ایستا منن هم 71 غلام. هانی چه نام سپاه بدرهام، هانی چه فرمان قادر کوفام. خبرشان نیم چه جم و بیام، هایی 71 سوار رام. اربیدادوان زود میا و پام، جاری بلان چه جنگ بو اتمام. چه سه شب و روز نزانان پیغام، تا کشتار و بد کرا چه ایام. به یاران حضرت سلطان به یاران نفرمایی که هنوز دیده باطنی او 71 سوار زیرک روشن بکن، زیرا اگر او نه دیده اون روشن بکن ایمن بشناسن جنگ ولکن اتنه دور مرد بیدا ای جنگ تمام بود. خشون شیشک گیشتی که بعد بین بردن بعدن روح آوانی شد و 71 سواری شد اتلیم حضور، اتلیم نام و مرد. سه شبانه روز دنیا و شب خشون شیشک تیه و تار و شروع کنه یکی کشته. یارانش که خان نام مرد شامل 5 نفر و 7 توانه، 4 نفر و 7 تن و خود حضرت سلطان 10 نفر. حضرت سلطان افرمایی که 3 نفرتر و 7 تن که حضرت شاغرم و حضرت بابایادگار و حضرت رزبار آوانه نین نام مرد و داود افرمایی که آوانیش روحیان حاضر و به مرد. در این بابت حضرت سلطان افرمایی فریادم دسی، فریادم پی خور بشاند دسی. ذات حسن و حسینم مسی، بارشان اوار نباتن عکسی. تا که اوشانیش بوا چه نسی، بپوشان خلات چیلا و لسی. افرماید که داود دست و نام کره آفتاب، ذات روشیار و زردبان. خانه اوره و مسن روح آوانیش حاضر بکن، ذات هم حاضر بکن نام مرد تا آوانیش خلاص بید. پیلوه مانگم هم دستی بشان، پیلوه مانگم. افرمایی که دست بو نام کره ماه و اوره ذات حضرت رزباریش منتظره، ذات حضرت رزباریش حاضر به نام مرد. افرمای حضرت سلطان به داود افرمای چیلوه مانگم هم دستی بشان، چیلوه مانگم. ذات و حاطفی، حاطف حضرت رزبار. ذات و حاطفی دام هفتانگم، باورش اوار آبیش چیوانگم. حضرت داود دست از نام کره ماه، ذات حضرت رزباریش حاضره که نام مرد. بنابراین الان در مرد ذات 7 تن حاضره. ذات 7 توانه شیخ موسی و شیخ عیسیش
این دوانه منه. باز حضرت سلطان و داود فرمای پی کوره مشرق، فریاد هم دست بر پی کوره مشرق، چاه هفت ستاره دور قطب اشرق، عیسی و موسی چاه سر و مشرق. عیسی و موسی منظور شیخ عیسی و شیخ موسی، دو نفر و هفت توانه. باور از ذاتشان چه باطنی وره، اوشانش بزیا پی جر و حلق حلقه یعنی جر. فرمای ذات آوانیش آن کوره مشرق منتظره، ذات آن حاضر که نام مرد. بپوشان خلات چه میرین عرق، او دو هفت من روژا و گیر رو، او دو هفت من. دو هفت منظور هفتن هفت. در هر صورت و امر حضرت سلطان داود ذات شیخ عیسی و شیخ موسیش حاضره که به نام مرد. بنابراین الان در داخل مرد ذات هفتن و هفتوانه و خود حضرت سلطان که اون 15 نفر در درون مرد حاضر. جریان مرنو مختص هفتن و خود حضرت سلطان که اون 8 با وسیعه که هفتوانه حضور دارن، ولی جریان مرنو مختص هفتن و خود حضرت سلطان. هفتوانه فقط برای جنگ و دعادوین نظر به نام نظر حاضر کرد. اما فلسفه مرنو مختص هفتن، معمولیت هفتن و خود حضرت سلطان. اشاره بود به قبلتاسش با وسیله که هفتن و هفتوانه هندک حضور دارن. جریان روزه قبلتاسی مختص هفتوانه، معمولیت هفتوانه و خود حضرت سلطان. با وسیله که هفتنش حضور دارن اما در قبلتاس مختص هفتوانه و حضرت سلطان. در مرنویش مختص هفتن و خود حضرت سلطان. کنه 8 نه. حضرت سلطان فرمایی چه مرو درجم، چه مرو درجم. درجه یعنی او در ورودی من. دو هفت ملک هم چه مرو درجم، دو هفت ملک هفتن و هفتوانه الان حاضرن و نام من. ها مرجیتان و جلا و اقدم، بنیری ارکان گیر روی پاکرم. ارکان گیر روی، ارکان سروجه مرمومی در فرمایی که بنیان بنن. او دو هفت من روژو گیر رو، او دو هفت من. دو هفت نصر باطن سفت من، چه دلی دو هفت خیز و خفت من. پیوند و اقرار تاق و جفت من، نیچ وارده و تاق آما و رفت من. حضرت سلطان فرمود این روژه را هفتن و هفتوانه است و اگر من هر موقع ظهور بکن و نام هفتن و هفتوانه ظهور کن. نیچ وارده و تاق آما و رفت. بار و باقی من، این دو هفت ثمر بار و باقی من. این دو هفته ثمر، این دو هفته میوه، این دین مثل که بنیان میان، دین یاری. روزان شجر رو تاف ساقی من، پری پرده ور عزم و تاقی من. این جریانه نه فرمایی گشت عراق خافی سکه دواره و پرده ور جمع من و اور جمع ازالی و اور افنی.